چالش 30 روزه بیا فرقش رو بدونیم. چالش هشتم، فرق بین درد و رنج. سلام. چی شده مامان؟ وای داشتم میرفتم کنسرت، دستم محکم خورد به میز، داغون شد. متاسفم عزیزم. کاری میخوای انجام بدم؟ نه بابا خوب میشه خودش. این درد بود که میاد و میره. معمولا درد رو با جسممون حمل میکنیم. ماما هنوز درد داره دسته؟ نه بابا خوب شد. چرا ناراحتی؟ یعنی نرفتی کنسرت؟ خب ناراحتمه که چرا باید دست من آسیب ببینه؟ درست نیم ساعت قبل از که میخوام حرکت بکنم. چرا باید این بلا سر من بیاد؟ خب از همین نرفتی؟ آره بابا اعصابم خورده. اما این رنج بود که خودمون انتخاب میکنیم که نگهش داریم. رنج رو با ذهنمون حملش میکنیم. چالش بعدی حجم و حیا. تفاوتش رو برامون کامنت کنید. ما رو دنبال کن تا فرقش رو بدونی.